آقای بندویی، به هر حال من نکته هم به صحبت‌های آقای ملاذعی اضافه بکنم که بلوچ‌ها بر این باور هستند که سالها قبل بخشی از بلوچستان به خراسان واگذار شده، بخشی از بلوچستان به استان کرمان واگذار شده و بخشی از بلوچستان به استان هرمزگان واگذار شده. بلوچ‌هایی که در خراسان، در هرمزگان و در کرمان به سر میبرند شاید گفت به مراتب فقیرتر از بلوچ‌هایی هستند که در استان بلوچستان زندگی میکنند و این مهمترین دلیل و مدرک هست مبنی بر این که اون چه که دولت و نظام باعث مشکل داره مسئله بلوچ هست، بلوچ بودن هست، سنی بودن هست، حالا در استان بلوچستان باشه، خراسان باشه، کرمان باشه، هرمزگان باشه یا جای دیگر باشه، مسئله و موضوع تفاوتی نخواهد کرد و در واقع اینها به دنبال این هستند که دین، مذهب، هویت، زبان و فرهنگ مردم بلوچ رو نابود بکنند برای اینکه بلوچ و بلوچستان و سنی رو با توجه به اینکه نظام ایدئولوژیک هست یک خطر امنیتی و استراتژیک برای خودشون در منطقه میدونند. آقای بندویی، اگر برگردیم به موضوع برنامه و بگیم که وقتی که مجموعه‌ای از زابلی ها در واقع که 10 مرده و شهریاری در رأسشون قرار دارند وقتی دنبال تقسیم استان هستند، خب میدونیم که اینها سیستان رو که در واقع حدود 10% از وسعت استان یا کمتر از 10% از وسعت استان هست در بر میگیره. یک دفعه میگفتن ما این استان میخوایم استان اسمش رو استان ولایت بگذاریم و همیشه گزارش های نادرست به مرکز و پایتخت میدن در رابطه با بلوچ ها مبنی بر اینکه اینها وهابی هستند، اینها جدایی طلب هستند، اینها به دنبال شکست جمهوری اسلامی هستند. دهمرده هم در صحبت‌هاش اشاره کرده بود، کلیپی که ما پخش کردیم، که جمهوری اسلامی تا کنون هم که استان رو تقسیم نکرده ضرر کرده. شما فکر میکنید اون ضرری که دکتر دهمرده در رابطه با عدم تقسیم استان اشاره میکنه که جمهوری اسلامی ضرر کرده، اون ضررش چه نوع ضرری است، چه شکست‌هایی خورده در بلوچستان که همکنون میخواد استان رو تقسیم بکنه و در واقع چه اهدافی رو دنبال میکنه که میخواد به این اهداف خودش برسه؟ ببینید، با توجه به همون سیاست عمومی که در جهت تضعیف مردم بلوچ و حذف اون هویت تاریخی مردم بلوچ در این سرزمین هست، دقیقاً تقسیم کردن بلوچستان حالا به 4 تیکه یا 5 تیکه هر چقدر بخواد باشه، به همون شکلی که در زمان رضا شاه هم به هر حال 3 تا پاره بزرگش رو دادن، به اون شما اشاره داشتید، اون 3 تا استان مجاور، این در واقع باعث تضعیف مردم میشه. دقیقاً همون سیاستی که قبلا من به نقل از آقای سلیگریسون گفتم که گفته بودم که به اینا باید از نظر سیاسی باید پراکنده و ضعیف بمانند. به همین دلیل هست که هرچی شما مردم رو تقسیم کنید، به چندین قطعه بخواید سرزمین رو تقسیم کنید، یعنی که مردم رو به همون قطعه تقسیم خواهید کرد. در نتیجه این صدایی که الان از مردم بلوچ در دفاع از حق و حقوق خودشون میاد و این نوع همبستگی که در زمانی که چنین مسائلی پیش میاد در میان مردم بلوچ هست، وقتی که در درون یک جغرافیا و در درون یک واحد سیاسی به نام استان قرار دارن، طبیعی هست که اون همبستگی های مردم به دلیل برحال در چی میگم بهش، اون فواید و اون مناسباتی که در اون جامعه در این کشور بین همدیگه هست، برای این همبستگی بیشتر خواهد شد. و همین دلیل است آقای دهمرده اشاره میکنم که ضرر کرده. بله، ضررش عمدتاً از همین نقطه است که هنوز هست و با خصوص خوشبختانه الان میبینیم که در این الان عصر واقعا سوشال میدیا و تکنولوژی ارتباطات هست، نسل جوان بلوچ با خصوص در ارتباط با حق حقوقشون، در ارتباط با اون هویت تاریخیشون روز به روز آگاهتر و روز به روز متحدتر و روز به روز کنشگرتر میشن. به همین دلیل است که آقای برای شما در نظر بگیرید همین مسئله که الان شمایی که به هر حال با توجه به سن سالی که دارید، مقایسه با خودم میکنم،
در اجبار به خاطر اون شرایطی که اونجا بود اومدید بیرون به عنوان کسانی که از همون نسل جوان بلوچ اون دوران هستن، الان از طریق این میدیا، از طریق این رسانه چه نقشی رو دارید بازی میکنید که در جهت همبستگی مردم، نزدیکتر شدن مردم بلوچ واقعا کمک میکنه؟ یکی از بزرگترین نکته هایی که آقای دهمرده اشاره میکنم که جمهوری اسلامی ایران ضرر کرده همین هست که در ارتباط با اون آلمایش سرزمینی که هرچی به بلوچستان رو تیکه تیکه بکنه بیشتر به قطعه‌های کوچکتر تقسیم بکنه، به اضافه اینکه اسلام هم خواهد کرد، قطر هم خواهد کرد، اگر بخواد بشه موفق‌تر خواهد بود در جهت همون هدفی که نزدیک به 100 سال قبل در ارتباط با مردم بلوچ و بلوچستان به شکل نهادینه جز سیاست‌هاشون بوده که فرق نمی‌کنه پهلوی باشه یا اینکه الان هم جمهوری اسلامی بوده بخواد جمهوری اسلامی پیش بره. من باورم همین است که منظور ایشون وقتی که میگن جمهوری اسلامی ضرر کرده عمدن از یه نکته دیگه که بخوام اشاره بکنم همین است. ببینید بسیاری از مردم بلوچی که ما در اضافه شدن به استانهای خراسان و کرمان و هرمزگان برای در طی زمان با دلیل همسایگی با اون فرهنگ از نظر مذهبی مذهبشون بسیاری از آنها عوض شده و شیعه هستند، ولی متاسفانه فقط و فقط به دلیل بلوچ بودن هست که الان متوجه هستیم که زندگی مردم اونجا حتی اشاره داشتید شما که بدتر از زندگی تقریبا از مردم بلوچستان هست و به همین دلیل هم اتفاقا یک شوق وافری در اونها وجود اومده که ما میخوایم به سرزمین مادریمون برگردیم. دقیقا برمیگرده به همین مسئله که آنجا که ضرورت باشد جمهوری اسلامی از مذهب شیعه و هر مذهب دیگه بخواد استفاده میکنه و این همین قضیه در ارتباط با شیعه زابل هم هست. یک قشر کوچیکی از مردم زابل هستن، همچنان که این بیانیه طایفه دهمرده مطرح کرد که خودفروش شدن و در خدمت اهداف این جمهوری اسلامی قرار گرفتن.